آموزش ریاضی پایه پنجم روز اول. آموزش امروز ما عدد نویسی و عدد خوانی هستش. روش اول اینه که عددها رو سه تا از سمت راست به چپ جدا می‌کنیم و طبقه اونها رو نامگذاری می‌کنیم. روش دوم استفاده از جدول ارزش مکانی هستش. در روش اول ما میایم عددهامون رو سه تا از سمت راست به سمت چپ جدا می‌کنیم. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 و تمام شد. حالا میایم اسم هر طبقه رو زیرش می نویسیم. یکی ها، هزارها، طبقه سوم میلیون ها و طبقه چهارم میلیاردها. حالا ما میتونیم این عدد رو بخونیم: 4 میلیارد و 569 میلیون و 754 هزار و 231. توی جدول ارزش مکانی ما هر طبقه رو به شکل یک خونه تصور میکنیم. طبقه اول که یکی هاست میشه خونه اول، طبقه دوم که هزار هاست میشه اینجا، طبقه سوم میلیون ها و طبقه چهارم میلیارد ها. هر کدام از این طبقه ها 3 تا مرتبه دارن که ما تصور میکنیم این مرتبه ها اتاقای خونه ما هستن. یعنی هر کدام از این خونه ها 3 تا اتاق دارن. این اتاقا یعنی مرتبه. مرتبه اول مرتبه یکانه، مرتبه دوم 10 گانه و مرتبه سوم هم 100 گانه که توی کل خونه ها با هم تفاوتی ندارن. الان به کمک این جدول ما میتونیم عددمون رو داخل این جدول جایگذاری کنیم. همونطور که میبینید عدد میلیارد ما توی مرتبه یکانه، پس 4 رو مینویسم توی مرتبه یکان میلیارد و به همین صورت تمامی عددهای بعدش رو داخل جدول قرار میدم. حالا شاید واسهتون سوال باشه که این طبقه ها و مرتبه ها به چه کار ما میاد، مثلا به چه درد ما میخوره. الان براتون یک مثال میزنم. سوال بهتون میده که عدد 7 و عدد 9 در چه مرتبه ای قرار دارن. ما به کمک این مرتبه ها و طبقه ها میتونیم مرتبه عددهای مختلف رو پیدا کنیم. اینجا گفته عدد 7. من میام میگردم توی جدول عدد 7 کجا قرار داره؟ توی صدگان هزارها قرار داره. پس می‌نویسم عدد 7 در صدگان هزار. حالا گفته چی؟ گفته عدد 9. عدد 9 کجا قرار گرفته؟ توی یکان میلیون ها. می‌نویسم عدد 9 در یکان میلیون. به همین سادگی ما تونستیم یک سوال رو حل کنیم. اگر آموزش امروز واسهتون مفید بود پیجمون رو فالو کنید.